سلام دوستان، وقتتون بخیر. چنانچه ما بیایم مطلب رو به عنوان نرم افزار آکادمیک یا کاریمون انتخاب کنیم. اولین مسئله ما اینه که بریم این نرم افزار رو نصب کنیم. توی سال 2024 هستیم و بهترین راه حل اینه که از اینترنت سرچ بزنیم. من خیلی ساده فارسی سرچ زدم، نصب نرم افزار مطلب. اولین لینکی که بهتون معرفی میکنه دانلود نرم افزار هست از صاف 98. بعد عرضم به خدمت شما که آموزش نصبش با نسخه 21 22 23 به صورت آفلاین داکیومنتیشنش. بعدش میاد پایینتر میبینید کلا نوشته 21 بی اصلا سراغی از 23 نیستش. درسته؟ با اینکه الان ما داریم وارد 24 سال 2024 میشیم. خب خیلی از دوستان توی این موارد مشکلی که میخورن اینه که من الان چیکار کنم؟ برم 2023 رو نصب کنم، برم 2021 رو نصب کنم، برم 2022 رو نصب کنم. این یه چالشه. اگر شما هم با این چالش روبرو شدید، دعوتتون میکنم تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. بنده جعفری هم از آکادمی مهندسی در خدمت شما. توی این ویدیو بس دارم به صورت خیلی ساده براتون توضیح بدم که چجوری بهترین ورژن مطلب رو برای سیستمی که دارید نصب کنید. بهترین ورژن منظورم چیه؟ منظورم اینه شما وقتی که الان لپتاپ دارید، این لپتاپ شما یه سری مشخصات ذاتی داره، مثل رمش، مثل حافظش، مثل ارزم به خدمت شما که پروسسورش و خیلی از این مشخصات که ذاتی وال لپتاپتونه. معمولا روی لپتاپ ها پایین کیبورد سمت راست اینو به صورت یه دونه لیبل میچسبونم براتون. اما اگه نداشتید نگران نباشید، تو این ویدیو میگم که چجوری بهش دسترسی پیدا کنید. همچنین واسه اون عزیزانی که با پی سی دارن کار میکنن، منظورم این پی سی همون کامپیوترهای خونگی هستش که به کیس وصله. اگه اینا رو هم دارید و نمیدونید مشخصات از کجا در بیارید، نگران نباشید، داخل ویدیو کامل توضیح میدم خدمتتون. مطلب هم دقیقاً اگه نگاه کنید واسه هر سال 2 تا نسخه داده. اوکی. و هر نسخه‌ای واسه خودش یه سری حداقل سیستم ها رو مشخص کرده. مثلا من توی سایت های خارجی هم سرچ کردم، ولی خب دوست دارم توی سایت های ایرانی بگردیم دنبالش. حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب مطلب. اینجا یه دونه متن ریکامند خود گوگل هستش، میگه که حداقل سیستمتون 4 هسته باشه، مموری حداقل 4 گیگ داشته باشید، رمتون یعنی، و توصیه میکنم که 8 گیگ باشه، خودش نوشته. حالا ما ببینیم کدوم سایت اومده اینا رو برامون دسته‌بندی کرده. نوشته سیستم مورد نیاز برای نصب نسخه های، اینو میزنم همون سایت اولی و بریم ببینیم چه خبره. میریم توی سایت، دمش گرم اومده از بالا تا پایینش رو تا 2010 رو براتون اینجا لیست کرده. خب من از همون نسخه آخریه شروع میکنم، 2023 که بیام توضیح بدم. میگه شرایط مورد نیاز سیستمیتون، میگه ویندوزی که نصب روی سیستمتون حداقل باید ویندوز 11 باشه، ویندوز 10 باشه، یا ویندوز سرور 2019، ویندوز سرور 2022 باشه. عرضم به خدمت شما که یه دونه هینت هم گذاشته که میگه آقا توی ویندوز سرور 2019 ریلایز های بعدی کار نمیکنه. بریم پایینتر مشخصات دیگر بخونیم. میگه پروسسورتون، خب پروسسورتون حداقل باید میگه اینتل باشه یا AMD X86 باشه. اوکی. و اینجا باز یه دونه هینت زده که میگه آقا حتما AVX2 رو داشته باشید، اگه نداشته باشید کارتون زاره. رمتون رو گفته که حداقل 8 گیگ باشه و توصیه کرده اکیداً 16 گیگ. و اینجام که حافظه مورد نیازه. حافظه مورد نیاز واسه فقط نصب مطلب این که خودش رو داشته باشی و یه سری کارها رو انجام بدی میگه 4 گیگه. اون تیپیکال اینستالیشن میگه اون چیزایی که دیگران هم نصب کردن شما میتونید نصب کنید و خب ما دیدیم مهندسای دیگه استفاده میکنن 6 گیگه که با هم دیگه جفتشون میشه 10 گیگ. اما میگه میخوای همه ارزم به خدمت شما که پروداکت همشون رو، یعنی کل مشخصه هاش رو داشته باشی، افزونه هاش رو داشته باشی، باید 23 گیگ حافظه خالی داشته باشی. این خیلی مهمه. حالا بریم یه ذره پایینتر
بریم یه ذره پایین‌تر. اینجا نوشته که خب من میام پایین‌تر، نسخه های پایین‌ترش من خودم آخرین نسخه‌ای که استفاده کردم و مستقیم اومدم رو نسخه فعلی که الان دارم 2016 بود. یه نسخه خیلی عالی بود، توپ بود و سری بیش رو استفاده کرده بودم. ما یه نسخه خیلی عالی بود و کارام رو راه مینداخت و خیلی جالب بود. این رو حالا بریم ببینیم چه ریکوایرمنت هایی داره. میگه آقا سیستمت باید مطلبی که بهت میدیم 64 بیتیه، چون فکر کنم نسخه های قبلی 2010 احتمال میدم 32 بیتی هم داشته باشه، احتمال میدم یه نگاه بندازم. آره ویندوز مطلب 32 بیتی و 64 بیتی، ولی خب 2016 میگه فقط 64 بیتی داره دیگه. جدیدنا کلا 64 دیگه همه سیستم ها. بعد ویندوزش حداقل 10 یا 8.1 باشه یا 8 باشه و ویندوز 7 سرویس پک 1 داشته باشی و همینجوری. پروسسورش بازم میگه اینتل باشه یا AMD x86. اینجا جزء ریکوایرمنت هاش هستش که AVX2 نصب شده باشه. بعدش ارزم به خدمت شما که میگه که سیستمتون حداقل 4 هسته باشه. اینجا فضا رو ببینید، میگه آقا میخواد تیپیکال رو نصب کنید، خود مطلب 2 گیگ تیپیکالش باهاش میشه 6 گیگ که کلا رو هم رفته میشه 8 گیگ. دیگه افزونه های زیادی نمیتونستی بهش اضافه کنی، باید مثل کد دانلود میکردی از اینترنت بهش اضافه میکردی. اینجا گفته رمت این دفعه 2 گیگ، توصیه داریم 4 گیگ باشه خیلی بهتره. اوکی، رم 2023 رو یادتون باشه 8 گیگ بود، توصیه کرده بود 16 گیگ باشه. توی گرافیک هم میگه آنچنان گرافیک خاصی نمیخوای، فقط OpenGL 3 باید داشته باشه و خب دیگه چیز خاصی نداره. خب من این مشخصات رو خوندم. مشخصات سیستم خودم چیه؟ برای اینکه بتونید به مشخصات سیستم خودتون دسترسی پیدا کنید، میرید روی دکمه استارت کلیک راست میکنید، روش سیستم رو میزنید. اوکی، ببینید اپ فیوچر اینا رو کاری نداری، روی سیستم میزنید. اینجا آورد. خب اینجا میگه که your PC is monitored and protected. حالا سیستم من مانیتور و پروتکت شده، کاری بهش نداریم. میگه دیوایس نیمت دسکتاپ ورژن فلانه. بعد ارزم به خدمت شما که پروسسور کجا بود؟ اینجا میگه کورای 7 هستش، 4510 سری یو، سی پی یو تو 2 گیگ تا 2.6 هم جا داره. ارزم به خدمت شما که رمت مینیمومه ها، رم من 8 گیگه. اوکی 8 گیگه و خب خودتون میدونید 8 گیگ نهایتاً 7.89 میتونه یوزبل باشه. بعد ارزم به خدمت شما که سیستم تایپ من 64 بیتی، خب اینم کلا 2023 کلا روی 64 بود. قسمت بعدی اینجا بود. این رو من خودم ویندوز 10 رو میدونستم، لپتاپم ویندوز 10 ها، ولی کدوم نسخه‌شو نمیدونستم. نوشته که ورژن 2022 21H2 باشه یا بالاتر. مال من ویندوز 10 پرو هستش، ورژن 22H2. خب این ویژگی های لپتاپ منه، مشخصات لپتاپ منه و اینم ویژگی های ریکوایرمنت سیستم مورد نیاز، ما میگیم ریکوایرمنت سیستمه. خب برای نصب مطلب 2023 هستش. اوکی، شما چنانچه دیدید خب یکی از ریکوایرمنت ها رو نداشتید، خب زور نکنید به سیستمتون که باید 23 رو نصب کنید. نه، قرار نیست. شما مسئله‌تون رو حل کنید به بهترین روش. میاد همینطوری پایین یکی یکی اینا رو چک میکنید. اوکی، مثلا اینجا میگه 20 بی، خب میگه ریکامندد 8 گیگه. مال من مثلا خودتون هم دیدید، من اینجا مشکل اساسی که داشتم 8 گیگ بود. این میگه ریکامندد 8 گیگ باشه. بعد اینجا ویندوز 10 ورژن 1083 و بالاتر باشه. میایم پایینتر، مثلا باز 2016 رو بخونم، من یادم رفت. اینجا ریکامندد میگه تو رو خدا 4 گیگ باشی دمت کرد. مال من 2023 میگفت 8 گیگ باشه، ولی این میگه 16 گیگ باشه. این میگه 4 گیگ باشی دمت کرد. حافظه هم که گفتیم، پروسسورش هم که باز AMD هم همشون و AVX2 رو هم داشته باشید. و خب این که اینجا نوشته بود توی ریلایز های کجا بود؟ ریلایز های بعدی این حذف میشه یعنی چی؟ کار نمیکنه یعنی چی؟ اینجا
ببینید دوستان، مطلبم مثل خب خیلی از نرم افزار دیگه هر سری میاد آپدیت میشه. اوکی، ما به این آپدیت هایی که روی مثلا 2019 میاد انجام میشه میگیم ریلیز 2019 که مثلا میشه 2020. اوکی، به اینها میگن، یعنی آپدیت هایی که میاد روی نرم افزار کد نوشته شده بیس نرم افزار بهش میگن ریلیز کردیم، یعنی نرم افزار رو ریلیز کردیم. خب این یه روش دسترسی به دیوایس اسپسیفیکیشنتون بود. یه روش دیگه اینه، میاد توی دیسپیسی تون یا مای کامپیوترتون، اینجا قسمت فایل رو کار نداریم، توی قسمت کامپیوتر نوشته اوپن ستینگ. اینم دقیقا همونه ها، جفت راه ها به یه چی ختم میشن. اینجا برای بعضی از عزیزان راحت تر دسترسی، برای من هم اینجا راحت بود که از دکمه ویندوز استفاده کنیم. برای یه توصیه نهایی دوستان عزیز، اول گفتم سعی کنید نسخه بیرون نصب کنید، سعی کنید ریکامندد رو چک کنید. من چرا اومدم با این که رم من 8 گیگ بود اومدم نصب کردم؟ چون هیچ نرم افزاری به غیر از مطلب ندارم. اوکی، هیچ نرم افزاری به غیر از مطلب ندارم که سنگین باشه و موقعی که رانش میکنم کل حافظم رو بهش تخصیص میدم، میگم برو با همه رم هر جوری دلت میخواد کار کن. اوکی، ولی خب اگه شما این رو ندونید و خب بیاد به اضافه مثلا مطلب یه نرم افزار مثل التیوم دیزاین، سالید ورک یا کتیاس اینا رو هم نصب کنید، خیلی به مشکل خواهید خورد. بابت این دارم میگم که حتما حواستون باشه که ریکامندادور ها رو چک کنید. و اینکه حتما میبینید من رو درایو چون سی نصب کردم، اینجا رو میبینید پروگرام فایل مطلب اینجاست. خب رو درایو سی نصبش کردم. خب این درایو سی من موقعی ران کردن خالیه، یعنی 50 گیگ خالی دارم. درایو ایف هم پره ها، ولی درایو سی من خالیه، میتونم بگم کاملا خالیه واسه کارهای نرم افزاری. این نکات رو رعایت کنید، انشالله که بتونید خوب نتیجه بگیرید. من یه نکته بگم دوستان، من نحوه نصبش رو نمیتونم بهتون بگم، توی اینترنت پره، چون من اگه بگم باید به یه سری حقوق کپی رایت رو عرضم به خدمت شما که زیر پا بذارم و این باعث میشه که چنل یوتیوب بنده از دسترس خارج بشه. با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دوستان.